دوستان رسیدیم به این قسمت عقابا. اینا تازه از تخم در اومده ولی خیلی زیاد شدن ها، میشه دیگه صادر کرد، الان میشه پول در آورد از عقابا. آره اینا الان جهت رسیدن. اینم عقاب میدون ترواره، یه ذره خیچی و چتله ولی عقابه. بعد میرسیم این عقاب مال مناطق ضعیف کشوره. اینم آره اینم عقاب میگه با دوستان. بعد میرسیم به عقابی که انگار تو تله افتاده باشه، چند بار با تیر زده باشن اینا. اینم یه عقاب جدید رسیده دیگه. بعد بله عقاب سنده‌ای، این اینم خیلی لاته ولی خود سنده‌ایه دیگه. عقاب کارگر بنایی داریم اینجا، این جدیده، اینم عقاب خوبیه. بعد عقاب داریم که سالها گشنگی چشیده، الان به نظرم داره دیگه میتونه پرواز کنه. اینم خوبه. بعد اینم پیچ موتوری عقابه، اینم نینی عقابه و اصل